این دوستمون برای اصلاح موهای سرش این مدل رو به ما پیشنهاد داد که من با توجه به فرم صورتش و خواب موهاش مدل موی ساید پارت رو براش در نظر گرفتم. بریم که با هم آموزش رو داشته باشیم. خب ابتدا با توجه به خواب موهاش یه فرق از بغل براش باز میکنیم. برای شروع کار از پشت سر با سکشن عمودی محور طول و مثلث و با سکشن افقی محور عرض و دایره میسازیم. خب توی بالای سر با یه سکشن عمودی محور طول و مربع میسازیم. از اندازه پشت سرم الگو میگیریم. خب سمت راست و سمت چپ بالای سر رو از همون سکشن الگو میگیریم و کوتاهیش رو انجام میدیم. خب کار با قشیمون تموم شد. اومدیم کار با ماشین. مشتریم دوست نداشت که دور سرش زیاد سفید بشه، پس من بهش پیشنهاد دادم که یه تیپر فید بزنه، یعنی قسمت‌های شقیقش سفید بشه و پشت سرش که اجرا کردیم براش. با نمره 6 میلیمتر دور سر رو خالی کردم، قسمت‌های شقیقه رو با خدزن کامل سفید کردم و فیدش رو انجام دادم. خب نمره هایی هم که برای انجام فیدش استفاده کردم توی کپشن براتون نوشتم. خب برای صورتشون، چون که طول صورتشون کوتاه‌تر بود، من بهشون پیشنهاد دادم اگر قسمت چونه رو بذاریم ریشا بلندتر بمونه، شکل شیپ صورتتون و مدلتون قشنگتر میشه. خب اینم فاینال کار. میبینید که چقدر میتونه تاثیر داشته باشه انتخاب یک مدل مناسب روی چهرهتون. اگه تو هم هنوز مدل موی مناسب خودتو پیدا نکردی، پیج منو فالو کن، به هم دایرکت بده تا یه مشاوره رایگان بهت بدم.